سیاست ما را میدونه نسبت به افغانستان. ما کوشش میکنیم مردم افغانستان را کلهال نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم، کمک میکنیم. رو افتاده نباشیم. حیات زندگی خودش مبارزه است. هر چیزی که خودت دوست می‌داری از سرودایی که خودت برای خودت از زبان خوان. خب این وقت فکر و ذهن همه ما افغان ها یک چیز مخشوش است و بالا یک چیز فکر میکنه. ما میخوایم یک آهنگ برای سرزمین خود بخوانم. البته باشد با اجازه هم به آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، به تو همیشه باغ شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه من، به تو نمک نداره شعر و ترانه من. سرزمین من خسته خسته است جفای، سرزمین من به سرود و به صدای، سرزمین من دردمند و به دوای، سرزمین من. رو افتاده نباش. وقت همه چی را در جای خودش میگذاره. رو افتاده نشوید هیچگاه. انشاءالله این روزهای سخت و سنگین هم پسی سر میشه. سیاست ما را میدونه نسبت به افغانستان. ما کوشش میکنیم مردم افغانستان را کلهال نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم، کمک میکنیم. رو افتاده نباشیم. حیات زندگی خودش مبارزه است. حالا درباره وصف وطن کردی. من دایم با مردم تاجیکستان چنین مراجعت میکردم. شکرانه وطن کنید. شکرانه وطن کنید. بی وطنی زنده در گور در آمدن برابر است. بسیار وزنی است. و ما همین روزهای سخت سنگین عیناً پسی سر کردیم. میلیون ها گریزه بودند. میلیون ها 157,000 کشته شدند. هر چیزی که میبینید این بعد برقرار شد. بعد مردم با مهنت سرجمی ملت با آباد کردیم، ساختیم. ناامید نشوید از زندگی. حیات همین است. بسر انسان 1001 پسی و بلندی ها و مشکل است. همه این چیزها پسی سر میشه. خب ما امید داریم که بر روزهای بازم خوشحال میرسیم، خوشبختی ها میرسیم. مردم افغان از این چیزها بدبختی ها رهایی مییابد. با شما سلامتی میخواهیم. شما آمدید. بسیار تشکر. افتخار کردیم، افتخار داریم. باشیم. یک جان تشکر. خود شما را در جشن استقلالیت دولتی دعوت کردن در نزد تمام رهبران دولت و حکومت تاجیکستان برآمد کردن
این احترام سپاسگزارم. با مردمی دوست و برادر افغانستان است. سلامت باشید. یک جهان تشکر، بار دیگر تبریک. خوشبخت باشید، سرفراز باشید، جاویدان باشید. با همه شما بار دیگر تبریک. سلامت باشید.